امروز زن از شوهر خود میترسه که نبینه، گوشیم نبینه. خواهر از برادر خود میترسه که چند تا رمز انداخته که نبینه، سر من تراش میکنه. بس از پدر خود پت میکنه، میترسه. از مادر خود میترسه، در حالی که خیلی راز داره دختر با مادر خود. باور کن مادر خود میشرم، میترسه که مادرم خبر نشه. اگر می ترس از خدا میداشت، او گناه میکرد. یکم کسی میگه من در خانه خیلی دیکتاتور هستم، اما اولادای من میترسه. اولادایت از خود نترسان، از کی بترسان؟ وقتی تو نباشی اولادت باز گناه میکنه، چون از تو میترسه، در نبود تو گناه میکنه. وقتی اولاد از الله ترساندی، دخترت از الله ترساندی، بچیت از الله ترساندی، بچیم الله میبینه، بچیم در تاریکی شبم الله میبینه، از دوزی الله نفرت داره.